کوکو و بیبی در نمایشگاه اکسپو دبی. بیبی با هیجان پرسید: کوکو، چرا همه تریدرها الان دبی‌ان؟ همه استوری گذاشتن از یه نمایشگاه شلوغ. مگه چی داره اونجا؟ کوکو با لبخند گفت: اون نمایشگاه بروکرهاست بیبی. یه رویداد جهانی که توش بروکرها، شرکت‌ها و تحلیلگرها از سر دنیا میان تا خودشون رو معرفی کنن. بیبی متعجب پرسید: یعنی هر بروکر یه غرفه داره و میگه که من بهترم؟ کوکو با لبخند جواب داد: دقیقاً. یکی میگه اسپردم پایینه، یکی میگه لوریجم بالاست و یکی هم میگه پلتفرمم حرفه‌ای تره. ولی اصلش اینه که بفهمی واقعاً کی معتبره. بیبی با کنجکاوی پرسید: خب از کجا بفهمم؟ کوکو جدی پاسخ داد: باید دنبال رگولیشن معتبر، شفافیت، پشتیبانی واقعی و تجربه کاربرها باشی. اکسپو بروکرها جاییه که میتونی آینده بازار و تکنولوژی‌های جدید رو از نزدیک ببینی. این پست رو ذخیره کن و توی کامنت بگو که بروکر تو چیه.